بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. در برنامه قبلی در مورد ضرورت آموختن احکام فقهی هر معاملات چند حرفه گفته گذاشتیم و اینکه انسان مکلف، شخص مسلمان، پیش از اینکه به هر داد و گرفته به هر معاملات در روزگار میخواهد اقدام نماید، حتمی و ضرور است پیش از وارد شدن به آن احکام فقهی آن معامله را، آن داد و گرفت را آموزد یا بپرسد. و آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که امام ابن ماجه روایت میکنند نیز به این معناست که ایشان فرمودند طلب العلم فریضة علی کل مسلم، طلب نمودن علم فرض هر مسلمان است. و آنجا در آن برنامه بیان نموده بودیم چند از روایات از بزرگان صحابه و اینچنین از گفته فقیهان که انسان اگر بدون آموختن و بدون دانستن احکام فقهی معامله با آن اقدام نماید، حتما به اشتباه‌های راه می‌دهد. اصلا اقدام کردنش فقها میگفتند که جایز نیست، کار حلال نیست. پیش از اقدام نمودن، پیش از دست زدن به هر نوع معامله، خاصتا معامله تجارت و سودا، احکام فقهی آن را آموزد، حلال و حرام آن ساحه را جدا کرده تواند. خب اینجا باشد در برنامه امروز به بیان شرط‌های خرید و فروش می‌پردازیم. به اصطلاح فقها شرط‌های صحیح شدن بیع، یعنی هر خرید و فروش شرط‌هایی دارد. شریعت شرط‌ها مقرر نموده که برای درست شدن آن سودا، جایز بودن آن سودا، همه این شرط‌ها باید پرره فراهم باشد. و اگر یکی از این شرط‌ها یا یک چند شرطی از این میان خلل دار باشد، موجود نباشد، آن سودا از نگاه فقهی سودای ناجایز توصیف می شود، عنوان می گیرد و آن درآمدی که از آن راه به دست آورده می شود نیز درآمدی حلال به حساب نمی رود. دوستان گرامی، شرط‌های درست شدن هر خرید و فروش در شریعت از نگاه شریعت چیزهای زیرین است. شرط نخست همین که شخص فروشنده و همچنین شخص خریدار باید عاقل و بالغ باشد، یعنی هم از عقل و هوش برخوردار باشد و هم به سن بلاغت رسیده باشد. بنابراین سودای شخصی که از عقل بیگانه است، شخص دیوانه، و یا کودکی که به سن بلاغت و یا به سن تمیز نرسیده است، و یا شخصی که از اندازه زیاد مست است و چی گفتن خودش را، چی کار کردن خودش را نمیداند، سودای این گروه آدمان از نگاه شریعت به اعتبار است و این بیع، این سودا باطل است. شرط دومی درست شدن خرید و فروش این رازگی طرفین است. الا ان تكون تجارة عن تراض منکم. سودای صحیح، سودایی که اعتبار دارد از نگاه شریعت همون است که رازگی هر دو طرف دیده شود. بنابراین شخصی را که مجبور میکنند، زیر تهدید و فشار قرار میگیرد چیزش را میفروشد، یا زیر تهدید و فشار قرار گرفته چیزی را مجبورا میخرد، این سودای باطل است و این بیع به اعتبار است از نگاه شریعت. شرط دیگر این که همان کالا و مالی که مورد خرید و فروش قرار گرفته باید از نگاه شریعت مال ارزشمند عنوان گرفته باشد، یعنی شریعت آن را همچون مال اعتراف کرده باشد، برای آن قیمت و ارزش داده باشد. اگر از نگاه شریعت آن چیز مال حساب نشود، این سودای باطل است، هیچ اعتبار ندارد. مثلا فروختن می، فروختن هر نوشاکی های مست کننده که این چیزها را شریعت مال اعتبار نداده، یا فروختن خنزیر و یا همان خوک، یا فروختن خون الا در حالت های ضرورت که استثناها دارد و دیگر هیچ دوای دیگری برای بیمار یافت نشود، اما خود خون را در حالت طبیعی فروختن، یا هر اعضای آدمی را یا مردار را، حیوان هایی که میمرند و به اصطلاح حلالشان کرده نمی شود، فروختن این چیزها جایز نیست. این بیع ها، این سوداها سوداهای باطل است، زیرا این اشیا را شریعت همچون مال اعتراف نکرده. شرط چهارم این که همان چیزی که مورد خرید و فروش قرار میگیرد موجود باشد، عین زمان پیدا باشد، ارزی هستی کرده باشد.
اما اینکه حالا وجود نداشته باشد فروختن آن جایز نیست. بنابراین خریداری میوه‌ای که حالا در درخت ارز هستی پیدا نکرده یا زراعتی که حالا نرویده یا فروختن و یا خریدن آن گوساله‌ای که حالا در بطن مادرش است، این چیزها که حالا وجود ندارند، هستی پیدا نکرده اند، فروختن این چیزها یا خریدن این چیزها شرعاً جایز نیست. شرط پنجمی خرید و فروش صحیح و شرعی این است که آن چیز علاوه بر این که ارزی هستی دارد در مالکیت شخص فروشنده قرار داشته باشد. یعنی انسان آن چیزی را میتواند فروشد که مال خودش باشد، او مالک آن چیز، صاحب آن چیز باشد، اما چیزی کسی دیگر را حق فروختن ندارد الا اگر در صورتی که این شخص وکیل آن کس باشد و اون نفر اجازه داده باشد در این صورت ها. اما در حالتی که وکیل نباشد، جانشین نباشد، شخص نمیتواند چیزی را که از خودش نیست فروشد. بعضا این نوع معامله ها در بازار و در دکان ها صورت میگیرد. خریدار چون می آید چیزی را طلب میکند، فروشنده آن را دارد، کمتر دارد یا اصلا ندارد، با او سودا میکند، پول او را میگیرد، بعدا رفته از دکانی کسی دیگر میخرد، آورده به این خریدار تسلیم میکند، میدهد. این نوع خرید و فروش جایز نیست. شرط شرعی آن خللدار است، چون که آن چیزی را که فروخته، پولش را گرفته، حالا مال کسی دیگر بوده، در مالکیت این شخص ندر آمده، بنابراین باید او را اولا خرد بعد به کسی دیگر فروشد، یا با این خریداری که آمده عقد بیع نکند، یعنی سودا نکند، بلکه وعده دهد که من این چیز را پیدا میکنم، برای شما میارم، فراهم میکنم، بعد آوردن، فراهم کردن، بعد بتوانند که سودا کنند، خرید و فروش کنند. در این مورد حدیث نیز روایت شده که اون را امام ترمذی و امام ابن ماجه روایت کردند. حکیم ابن حزام صحابی به مردم چیزهای را میفروخت، پول آنها را میگرفت، بعداً از بازار رفته آن چیزها را خریداری کرده به این نفران آورده میداد و این این خبر را پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید. ایشان به حکیم ابن حزام گفتند لا تبع ما لیس عندک، آنچه که از خودت نیست آن را نفروش، حق فروختن نداری اصلا، آنچه که از تو نیست اون را نباید فروشی. یک مسئله دیگری که به همین شرط تعلق دارد، بیشتر سوال میشه در این مورد، خریداری کردن این چیزهایی که دزدیده شده. بعضی نفران به این عملی نالایق و زشت دست میزنند و آن چیزها را آورده به دیگران میفروشند و کسان دیگری نیست که از احکام شرعی بی خبر و غافلن این چیزها را خریداری میکنند. به این دلیل که خریدم میگه، من ندزدیدم، من خریدم. برادر گرامی، این کسی که دزدی میکند اصلا این چیز در مالکیت اون ندر آمده، مال اون نیست، اصلا حق فروختنش هم ندارد و به 100 کس هم فروشد چیزی اون خریدارها شده نمیتواند این چیز، چون که این مال همون صاحبش است. آنچه که بر او فرض است این است که این مال را به صاحبش برگرداند. فروختن آن جایز نیست، خریداری آن نیز جایز نیست، چون که مال اون نیست اصلا. علاوه بر این که برای دزد کمک می شود، به دزدی او تشجیع و دستگیری می شود، بازم بیشتر می دزدد چون که می داند خریدارهای دارد. علاوه بر این گناه، شریک شدن در معصیت در گناه، این خللی دیگری دارد. یعنی این مال این دزد نیست اصلا، اینا حق فروختن هم ندارد و به خریداری ما 100 برابر پول هم دهیم این مال ما نمی شود، چون که مال این فروشنده نبوده. شرط دیگری درست شدن خرید و فروش این است که آن چیزی که مورد خرید و فروش قرار میگیرد فروشنده قدرت آورده تسلیم کردن به خریدار را داشته باشد. بالفرض اگر مالش را گم کرده باشد، آن مالی گم شده اش را نمیتواند فروشد، بعد یافتن باز پس گرفتن البته، یا اون چیزی را که از او غصب شده، غاصب از او گرفته، نمیتواند آن را فروشد. حالا باز پس میدهد یا نمیدهند، آن چیزی گم شده اش را آیا مییابد یا نمییابد، چه احتمال است، خطر است، به اصطلاح فقها غرر است. این نوع سودای باطل است، جایز نیست. بنابراین ماهی درون آب، پرنده آسمان را نمیتواند انسان فروشد، چون که قدرت به تسلیم او را ندارد. شرط دیگری از شرط‌های درست شدن سودا، خرید و فروش از نگاه شریعت، دوستان عزیز، این است که آنچه که فروخته می شود
چیزی که در میان است مورد خرید و فروش قرار میگیرد باید معلوم و مشخص باشد. تعیین کند که فلان چیز را من فروختم. برای خریدار معلوم باشد، هیچ پوشیدگی در آن نباشد. شخصی خریدار مثلا اگر یک چند خانه داشته باشد، بیاد من یکی از خانه هایم را برای تو فروختم. یک چند ماشین داشته باشد، یکی از ماشین ها را برای تو فروختم. زمینی وسیع دارد، مثلا میگه 5 ساتق زمین برای تو فروختم، پولش رو هم میگیره. این گونه سوداها جایز نیست. چرا؟ چون که مشخص نکرده، معین نکرده کدام خانه رو در نظر دارد، کدام ماشینش را، و این 5 ساتق یا 10 ساتق زمین را از کجای آن زمینی وسیع به نظر گرفته. با خلافی که البته میانی فقها هست در این مسئله زمین خاصتا، اما راجع همین است که جایز نیست چون این سودا، چون که به منازعات و جنجال میپیچد. شاید شخص خریدار امید داشت که آن 5 ساتق یا 10 ساتق زمینش در پهلوی راه است، در لبی آب است، اما این در کنار دیگری زمین برای او میخواهد دهد، معین نکردند قبلا و امروز با نافهمی و منازعت کارشان پیچیده. بنابراین هر سودایی که در آن پوشیدگی است، قاعده فقهی، قاعده شرعی همین است در این مورد که ناجایز است. آنچه که در درون این قطعه است من برای تو فروختم میگوید، مثلا در درون قطعه اصلا نمیداند چی است، یا اگر هم داند چی است نمیداند چی وصف دارد، چه خصوصیت دارد، چه صفت دارد، این جایز نمیشه. دوستان عزیز، شرط دیگری درست شدن سودا این است که آن مالی که در عوض به فروشنده داده می شود، در عوض آن کالا، مقدار آن مال نیز معین باشد. مقدار آن مال و نوع مال البته. فرضاً اگر شخص خریدار گوید برادر من برای تو یک چی میدهم، چیزش رو گرفته رود، همچون مالی خودش استفاده بره، یا بعداً سودا میکنیم من تو را راضی میکنم نگران نباش گفته رود، این سودا جایز نیست. چرا؟ چون که پولی آن کالایی که فروخته شده تعیین نشده. بنابراین باید مقدار آن پولی که داده می شود، پرداخت می شود، باید معین شود. شرط دیگری درست این سودا دوستان عزیز این است که اگر سودا نسیه باشد، سنه پرداخت آن پول باید تعیین شود، مشخص شود تا به منازعات و جنجال نپیچد. اون چیز را گرفته نرود و گوید یک آن وقت پولش را برای تو میدهم، هر وقت شرایط شد بعد میدهم گفته به یک مهلت نامعین حواله کرده نرود، بلکه تعیین کند کدام ماه، کدام روز، کدام سنه و هر دو جانب آن تاریخ را قبول کنند و هر دو جانب راضی شوند. با رضای دو جانبه باید این کار صورت گیرد. شرط دیگری درست شدن سودا دوستان عزیز که به ذکر این شرط برنامه را خاتمه بخشیم این است که سودا میباید قطعی باشد، یا خرد یا نخرد. اما اینکه به کار دیگری سودا را وابسته کند، به تعبیر فقها التعلیق فی البیع، یعنی گوید اگر مثلا ویزای من اگر براید این مال شما را من خریدم، اگر نبراید من نخریدم، این مال خودی شماست. اگر سفر کنم خریدم، اگر سفر نکنم پس نخریدم. اگر از امتحان گذشتم خوب خریدم، اگر نگذشتم این مال خودی شماست. این سودای ما اعتبار ندارد. گفته اگر وابسته کند سودا را به کاری دیگری وابسته سازد، این وابسته سازی از نگاه شرع خلل است و سودا را خللدار میکند، ناجایز میکند. این بود دوستان عزیز چند از احکام بیع به اصطلاح یا همون سودا، خرید و فروش که به سمع شما رسانیدیم. امید است بهره حاصل گشته باشد و شما را تا برنامه‌های بعدی در حفظ و امان خداوند می‌سپاریم. خداوند یارتان.